درباره همین کشته شدن ابو جهل لعنت خدا بر او باد میگوید بر همون چگونه همین ابو جهل کشته شد. خلاص از مرگ همین برای ما یک معلومات بده. من برادران عزیز و گرامی در اطراف کشته شدن ابو جهل خیلی کتابینی هم کردم. چندین کتابهایی که در اطراف جنگ بدر که این ابو جهل در همین جنگ بدر کشته شد، اولین نبرد، اولین گویم غزایی که مسلمان های ما انجام دادن با همراهی پیامبر نازنین این جنگ بدر بود. و در همین جنگ بدر برادران عزیز این ابو جهل کشته شد. ولی چگونه کشته شد؟ من اولا قبلا برای شما یک کم ترک معلومات دادم که عدد مسلمان ها چند کس بود، چی مقدار لوازمات جنگی داشتن، از عدد مشرکا چی مقدار بود، چقدر اونها لوازمات داشتن. و یک دو قصه که در همین داخل از محبت پیامبر گرامی که اصحاب پیامبر چگونه پیامبر گرامی را دوست می داشتن، چگونه از او پیروی می کردن، جانهاشون در راه دین بخشیدنم یک دو قصه هم برای شما حکایه میکنم. برادران عزیز، اولا عدد مردم مسلمان از 313 نفر تا 317 نفر بود. همگی در دست مسلمان ها یک یا دو اسب داشتند. 70 شتر داشتند. 70 شتر داشتند که در این شتر میگه تا 3 نفر هم بالاش نوبت به نوبت سوار می شدن. یعنی از 313 تا 317 نفر بود. 2 اسب داشتن، گوییم 70 شتر داشتن. جمع آن چیزی که برای از لوازمات جنگیشان همین مقدار برادران عزیز در دست مسلمان ها بود. و بیرقشان بیرق سفید بود. در دست جناب مصعب ابن عمیر بود. بیرق در دست همین بنده نیکبخت خدا بود. و از جانب مقابل، یعنی از مشرکای عرب، 1300 نفر جنگی بود. در حالت آماده باشه که باید که روبرو ایستاده و باید جنگ تن به تن سر شود. 1013 نفر، 1300 نفر جنگی هاشون بود. 100 اسب داشتن، 100 اسب داشتن. 600 زره جنگی، همون برونوژیلت هایی که میگن در تنهاشون میپوشیدن در کینوها، در فیلم ها اگر دیده باشین که وقتی که میزنن مقصد همون کارد است یا نیزه هست، تاثیر نمیکند. 600 زره داشتن، همون زره های جنگی داشتن. بعضا این شتر عدد نداشت. شاید 1000 بود، شاید 2000 بود. یعنی شترشون به عدد بود برادرای عزیز. و همراه این 1013 نفری که از طرف مشرکای عرب آمده بودن، رهبر کلان اینا ابو جهل بود.
ابو جهل برادرها، ایرا پیامبر ابو جهل نام گذاشت، از حساب بسیار جهل و جهالت و غضب و از حساب نفرت زیادشه نامش ابو جهل کرد. یعنی ابو گفته پدر میگن، جهل گفته یک آدمی که تماما نه در او رحم، نه در او انصاف، نه در او گویم یگان صفت آدمی پیدا نمی شود، او را جاهل میگن. یعنی پدر جاهل ها پیامبر نازنین نامش ماند و ایرا او را همچون نامش در مکه ابوالحکم میگفتند. نام اساسیش عمرو ابن هشام بود. رهبر همین 1300 نفر بگیم کماندان کلان همین ابو جهل بود و 9 نفر میگن 9 نفر تاجرهای مکه، یعنی پولدارهای کلانی که مکه داشت، همراه این 1300 نفر برادرها تا همین میدان جنگ به طرف مدینه آمدن و این 9 نفر وظیفش چی بود؟ هر روز از حساب خودشان 10 شتر میکشن، دیگها ماندگی میپزن و این 1300 نفر از خوراک تأمین میکنن. گوییم برادرای عزیز، در نفرها یا عسکرهای ابو جهل از خوراکه و از پوشاکه و از لوازمات جنگی هیچ کمبود وجود نداشت. ولی حال مسلمان ها را دیدیم برادرها که همگی 70 شتر و 2 اسب تمام. با همین اینها چی داشتن؟ مسلمان ها برادرها اراده داشتن، اینها غیرت داشتن، اینها برادرای عزیز اعتقاد بسیار مستحکمی داشتن. اینها با خودشان از همه بالاتر محمد صلی الله علیه و سلم داشتن که حتی میگد حضرت عمر میگد وقتی آلید آغاز نشیده بود جنگ، میگه حبیب خدا دستاش برداشت طرف آسمان، میگه همچنان برداشت، میگم خیلی بلند دستا را و دستاش میلرزید و دعا میکرد، از الله مهربان پیروزی میخواست. میگه حتی که ریداشان در زمین افتید ولی دعا میکرد، حتی گریه میکرد. حتی میدونین در دعاش چی میگفت؟ میگفت پروردگارا همین 313 نفر که ما مقصد برای حفظ دین تو، ببینین برای حفظ قرآن آمدیم، اگر اینها از بین روند، اگر اینها مقصد کشته شوند، پروردگارا دیگر در روی این زمین نیست کسی که ذات ترا حمد گوید، نیست نفری که امیاش خم کند سبحان ربی العظیم یا سرشماند سبحان ربی الاعلا گوید. الله مهربان ما را پیروز بگردان، الله مهربان ما را غالب بگردان تا پشت این نبرد و پشت این جنگم باز ما عبادت و اطاعت تو را دوام دهیم.